اولین خاندان تشکری زیاد که در این سحر پرفیض و پربرکات و شما عزیزان که هم دیدن هم صحبت هم دیدار شدن و تنی صحت و خاطر اینجا دادن و خدا دعای بای بگلیمونه دعای بای سلطان رو گرفتن مناسب دید. الله بسیار شکرگزار باشیم. التماس میکنیم همین موی سفیدا یک همین نزدیک همه بیاین هرچون دعای اینا غنیمت هستن. اینا غنیمت هستن. با جان بیا خدا یک کف دعای شما از طلا قیمت است. یک کف دعای شما ما شما را دوست می‌داریم همچون پدر انشاءالله. خدا این دور ما میرسیم نمیرسیم الله بدونه. عمری با برکات، عمری پرفیض، بهترین شخص معتبر، عالم بهترین هوشیار بای بیگلی بای سلطان علی وجود دارن. الحمدلله ما اینا را خدا اینا غنیمت هستن برای ما. مرحمت باشم. و علیکم السلام. الان جای میره خدا خواهد. لاون انجبی. باجون انجبی. انجبی. توی مبارک باشد. الله مبارک گردن ان شاء الله خدا خواهد. توی مبارک باشد. شنو دونجا. دونجا انجبی. توی مبارک باشد. الحمدلله مبارک باشد بوجون توی خدا مبارک گردوند ان شاء الله. مالش یک کفی ان شاء الله خدا خواهد دعا میکنه خدا خواهد ان شاء الله. مرحمت یک تبریک کنه ان شاء الله. السلام علیکم. مهمانان عزیز، فرزندانم، برادرانم، خواهرانم، شما با این دردا و مناسبت دو جوانه که با هم من بعد حیات بسر میبرند آمدن نشسته اید. به همتان از نام اهل همه خاندان از صمیم قلبم خوش آمدید میگویم. نور دیدن تاج سر. عزیز امر معروفی که کردید خواب باور کنید خانه در دامه میلیون سالها این خیل فکرها این خیل تربیه ها در تمام ادبیات هایی که در تاریخ هست جنبست کرده شما گفتید. ده ها صدها ادبیات ها خواندم که در همونها فکر شما هست. به حتمی ندارم. من از که یک خبر خوشبو شنیدم یک شخصی بزرگ خبر دادم که برآمد شما در شهر دوشنبه شنیدم. این خبر یک 10-15 رو شنیدگی من. بعد داملا شما گفتن که داملای غربی هستن. از خراتگین میشوند بشم. تشکر. به حتمی ندارم. رحمت الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah barodaran islom. Avvay kasai xushbaxt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday kasoni ki davlathoy xorija tani dorin inshaalloh ma dar xizmat hastیم. است همیشه نام نیکش در زبان است. بود شاهنشهی روزی قیامت که مردم شاد و گه اندر ندامت. خدا تنها تو را ما می پرستیم و از تو یاری ها جوینده هستیم. ببر ما را براهی راست داییم، براهی صاحب این آمان قایم، نه با راهی کسان که در غضب ماند و گمراهی گناه برخیش بکشاد. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، به این درگاه خوش آمدید. توی عروسی توی اسلامی برادرمان مصور را آغاز میکنیم. بچه ها خوشبختی میخواهیم.
در اینجا دوملوی عزیز اکی مجیب علی حضور دارن، نوبت به اینا میتیم با سخنهای خود با ما چیزای خوبه نقل میکنن. مثلا مرحمت استاد، نوبت با شما. تشکر زیاد برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا ما این اهل خاندان و این داماد عروس امروزه را به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم که این عقد نکاح ازدواجش انشاءالله تبریک و مبارک باد میگوییم. و چنانه که بزرگان دعا کردن انشاءالله ما هم قصه باشدم در حق این انشاءالله داماد و عروس دعا میکنیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا الفتی و محبت پیدا نما بین این دو نوجوان، چنانه که الفتی و محبت پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگارا بین این دو نوجوان الفتی پیدا نما، چنانه که پیدا کرده بودی الفتی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. پروردگارا الفتی و محبت پیدا نما بین این دو نوجوان، چنانه که الفتی و محبت پیدا کرده بودی بین محمد مصطفى و خدیجه کبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا الفتی پیدا نما بین این دو نوجوان، چنانه که الفتی و محبت پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. بار دیگر این توی برای هر یکی ما و شما اله مبارک بگرداند و این دو نوجوان در آینده الله سبحانه و تعالی فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبی خودش الله اله کرامت نماید و سال دیگر نموریم، زنده باشیم با در توی کودکی آنها، در عقیقه آنها اشتراک کردن این اهل و جمعیت را الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگرداند و این روزی خرسندی و این روزی شادی را الله به کل خاندانی فرد مسلمان که آرزو دارند که انشاءالله در خاندانشون توی باشد اله خداوند مناسب بگردانی ها. خرسندی ها بالای انشاءالله خرسندی شدنش را الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگردانی. آمین و رب العالمین. عزیزانی من، امروز ما و شما در روزی خرسندی، روزی شادی قرار داریم انشاءالله. نوبت اول رشته خدا خواهد به یک سخنی الله سبحانه و تعالی آغاز کنیم انشاءالله. نور بالای نور می شود خدا خواهد انشاءالله. وقتی که انشاءالله سخنی خداوند انشاءالله تلاوت کرده شود تا اینکه قلبهای ما و شما انشاءالله آرام بگیرد و مهر و محبت ما و شما نسبت الله، نسبت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم اله زیاده بگردد. نوبت به قاری محترم یونسلی حضور دارند، میتیم بیشتر انشاءالله خدا خواهد نوبت و بعد صحبت انشاءالله خدا خواهد ادامه میتیم. مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. چنان با تبریکات یعنی زنده ها را تبریک کردیم و گذشتگان ما را و از این قرآنی که انشاءالله تلاوت شد الله سبحانه و تعالی گذشتگان این خاندان و گذشتگان این جمعیت و گذشتگان انشاءالله یعنی این معرکه که اشتراک دارند طریق رحمت شایسته جنت قبرهاشون پر نور آخرشون آباد بگردانی به رحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان من امروز صحبت ما درباره انشاءالله داماد و عروس می شود، چون که توی سنتی یعنی ازدواج است، یک جایش ننی یک جوان پسر و جوان دختر است انشاءالله طبق انشاءالله یعنی قرآنی و طبق انشاءالله یعنی سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا انشاءالله توش دست و دست مرحمت میتونین انشاءالله یعنی جایهای اشغال کنین. بسیار وقتونه نمیگیریم انشاءالله یک 40 مینوت با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. بعضی وظیفه های داماد بعضی وظیفه های انشاءالله عروس که انشاءالله در پیش شریعت گذاشته است انشاءالله الله سبحانه و تعالی توصیه دارد، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم توصیه دارد با شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد هم صحبت میشیم. روز میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن نشستگی بودن، یک میگه زنی عرب نزدی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و میگه با پیغمبر هم صحبت شد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن که یعنی حق شوهر بالای زن چیست. اگر گفت من تانم این حق ادا کردن انشاءالله گفتم به شوهر میبرایم. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگن تبسم کردند و انشاءالله خندیدند و به این زن چندین وظیفه هایی که در پیش است انشاءالله بیان کردند. اولین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند گفتند باید که یعنی زن در فرمانی که شوهر میتید سرکش نباشد، باید که اطاعت کند. عزیزان من از این سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم می شود که وقتی که زن و شوهر انشاءالله با واسطه نکاح یک جای می شوند الحمدلله یعنی پرزیدنت خانه این انشاءالله مردک می شود. عزیزان من وقتی که انشاءالله زن همچون یک وزیر است این وزیر باید که وظیفه های خودش انشاءالله وظیفه های داخلی خانه این وظیفه چی است؟ وزیر است. عزیزان من انشاءالله مرد شاه خانه است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء
ما مرد تربیه کننده آفریدیم در بالای انشاءالله زن، یعنی مرد تربیه کننده زن است انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه مادرمون عزیزان من به حضرت علی یعنی انشاءالله دادن، به زنی دادن و فردا برای یعنی خبرگیری دخترش و فاطمه چیکار کردن؟ انشاءالله قدم رنجه کردن. وقتی که دور مدن شیشتن، علی در طرف چپ رسول الله شیشت، فاطمه مادرمون در طرف راست رسول الله شیشت و رسول الله دو نصیحت به جا آوردن. گفتن علی میدانی وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو گفتن از بیرون تامین کردن چی است؟ خاندان است. گفت یعنی زن گفت تو میپایی، یعنی زن عزیزانی من مرد میپاید. زن به نفقه تامین کردن، به خانه و به لباس و به همه چیز تامین کردن این وظیفه مرد است عزیزانی من. گفتم فاطمه دخترم تو میدانی وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو گفت یعنی در خانه خدمت کردن است، یعنی انشاءالله فرزند به دنیا آوردن عزیزانی من، لباس شفتن، نان پختن، خانه رفتن، تازگی خانه را انشاءالله به جا آوردن، یعنی شوهر خوب تربیه کردن. این چی است؟ یعنی گفتن انشاءالله یعنی زن وظیفش است عزیزانی من. اگر مرد وظیفش داند، زن وظیفش داند، حیات همین بخت است عزیزانی من. عرب ها در حق مردها چی میگن؟ مرد همون مرد است که در کوچه مرد. ببینید عرب ها چی میگن؟ مرد همون مرد است که در کوچه مرد، مردی که در خانه میمرد وی نامرد است میگن. مقصد چی؟ یعنی مرد باید که پول در دستشو در بالای دیوان خارود و زنی بیچاره کوچه با کوچه پل کوبد، کوچه با کوچه خدمتگاری رود، کدام شهرها رود برای خدمت. این کدام انصاف است؟ همان مرد است که انشاءالله امروز خاندانش به تامین نفقه است، خانهش نون ندارد، خانهش یعنی زنش بیچاره لباس ندارد، فرزندکاش محتاج خدا خود چیز و چاره. همین مرد است. من نه مرد حسابش نمیکنم. مرد همان زنی که انشاءالله خاندانش چکار کند؟ انشاءالله طبق کی وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که زندگی زن انشاءالله خدا خود مستحکم کند. پیغمبر گفتن تو یعنی چکار کن؟ یعنی شوهرش باید که زن اطاعت کند عزیزانی من. وقتی که شوهر از کوچه می آید، زن انشاءالله باید چهره کشاده باید که شوهرش قبول کند عزیزانی من. ان دوره های خدا خواهد زنهای صحابه ها را برای شما حکایه میکنم عزیزانی من. صحابه ها را زنهاش شما انشاءالله خدا خواهد بینین. وقتی که شوهرش کار می رفته است عزیزانی من، بعضی زنها در آفتاب گرمای مکه و مدینه می استادیند. همسایه می دیده است می گفته است چی باعث است در این گرمی ها استادنی تو زن آخی در یک سایگی نمیشینی؟ می گفته است از روی انصاف نیست که شوهر من در گرمی برای نفقه من کار کنه و خدمت کنه و من در سایه بشینم. بینید عزیزانی من، چون آن زنهایی که دوستدار الله و پیغمبر بودند، از الله می ترسیدند، امروز بیچاره شوهر تا بیگانی کار میکند، با شب می آید گپی خوب نیست، گپی شیرین نیست در خاندان یا نمی. بسیار مردها شکایت میکند. گفتی شیخ سعدی به قاضی زندان گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیره. مرده که میگه در خانهش خرسندی نباشد، زنش تبسم نداشت باشد، زنش باید خوبی و زیبایی قبولش نکند، باید همون زندان قاضی به میگه مردنده. بینید شیخ سعدی چیزا را دانسته ترجیبه کرد حیات ما و شما را. این سخنها کهنه نمی شوند، این سخنها تا انشاءالله قیامت باقی است عزیزان من. باید که انشاءالله زن اطاعت کند انشاءالله خدا خواهد. چی کاری که می فرماد انشاءالله خدا خواهد شوهر، چی کاری که می گوید
باید لبیک گوید، بجا بیاید. پیغمبر گفتن که بهترین حق گفتن اعظم الحق علی المرأتی زوجها، یعنی بهترین حق بالایی گفتن یعنی زن حق شوهرش است. عزیزان من، پیغمبر نازنین گفت بسم الله الرحمن الرحیم رضا الله فی رضای زوج، رازگی خدا در رازگی شوهر است. خواهرانی عزیز، دخترانی خدا خواهد انشاءالله محترم که صدای من میشنوید، شما باید شوهرها را در تاری سرتو بگیرید. اگر شوهر از شما راضی باشد شما جنتی هستید، الا جنت برای شما حرام می شود. و غضب الله فی غضب الزوج، غضب خدا در غضب شوهر است. اگر شوهر از این زنش ناراضی باشد و جنت نمی بیند. عزیزان من، جنت انشاءالله زنها شوهر است. باید که انشاءالله خدا خواهد چکار کند؟ انشاءالله شوهرش بزرگ دارد، حرمتش بجا بیارد انشاءالله خدا خواهد. تو که حرمتش نکردی کی حرمتش میکند؟ بیچاره تا بگاه مردی کاری میکند، تا بگاه یعنی از پای نفقه عذاب میکشد و با بیاید خانه گبی خوب نشنود، چهره شاده نداشت باشی، با یک زیبایی قبولش نکنی. تو چی زن هستی؟ تو چی گفته شوهر کردی؟ تو باور میکنین امروز جوانان را مشاهده میکنم تا به یکدیگر رسیدن میمورن، نه انشاءالله شب میمونن نه روز میمونن، نه در کوچه ها ناموس دارن. امروز به ناموسی تمام دنیا را فرا گرفت. باید مسلمان انشاءالله خدا خواهد حیا داشته باشد، مسلمان ناموس داشته باشد. بچه دختری که خیلی فاتحت کردن از خدا نمیترسی، حالی باید بر تو حلال نیست او دختر. امروز این مصیبت سخت بالایی مسلمان ها اومد که گویا که در حیاتش دختر دیدگی نیست، در حیاتش انشاءالله گویا که زن دیدگی نیست، یا زن دختر بچه دیدگی نیست. لباف هم رسا کرده پرتافتن، اخمکی همون لباف هم برآوردن، نخواه لباف هم میخشاد. اما مسلمانیم الحمدلله. این لباف گندش با همین مکتبانش دست است. باور میکنین همین هفتم میخوند هشتم میخوند دخترها را این پدرای ناباب مادرای ناباب یک گاره بخش برمده است، بلا برمده است، میتیش از خوندن تمام بد مرد و جنازش خوندن و جنازه همون بچه هم همون جوان هم در آسمون میخونن، چون که دیگر وی علم حاصل نمیکنه که هوش فقط در این چی هست همون محبت لباف. این امروز به علم موندن جوانای ما شما، این امروز به یعنی علم و به انشاءالله معرفت شدنی بچه و دخترای ما شما در کجا است؟ در همین نکته است. خود که دخترش بهشون میموند، بچهش به زن میموند. پیغمبر نازنین هم در 25 سالگیش خانه‌دار شد. تا سن 25 سالگی اول پول حاصل کرد، کار کرد، نفقه پیدا کرد. عزیزی من، این چی هست امروز؟ امروز این اطاعت نیست، امروز این رفتار و گفتار نیست. عزیزان من، باید که انشاءالله خدا خواهد نکنه این کاره. کدام پدر و مادری که این کار را میکند و دشمنی همون فرزند است. نمیخواهد که بچهش عالم شود، نمیخواهد دخترش انشاءالله خدا خواهد یک با آداب و با تربیه و صاحب علم و معرفت شود. از داری من امروز خدا خواهد پول ندارد، خانه دارش میکنی، 3 روز بعد میبینی که خدا خواهد پرتافتش برفته است، 5 سال و 3 سال گم است. امروز غربت، جنگ، جدال از چی است؟ از نبودن انشاءالله شوهرها است، از نبودن همین بچه ها است انشاءالله خدا خواهد. بینن از دانی من، نکنه این کار خدا خواهد داد. باید گفت شوهر زن اطاعت انشاءالله شوهر شکند. از دانی من دویم گفت دخترم گفت به اجازت شوهرت از خانت یگان چیز نته، حتی صدقه نکن. اگر به اجازت شوهر صدقه کنی ثوابش گفت یعنی در نامه اعمال شوهرت میره و گناه در تو نیسته میشود.
باید که انشاءالله زن چی کاری که میکند از خانه چیزی که میتید شوهرش باید خبردار باشد. شوهرش باید که عزیزان من انشاءالله خدا خواهد راضی باشد داند، چون که ملک مال از آن انشاءالله مرد است عزیزان من. برای این انشاءالله خدا خواهد چکار کنین؟ احتیاط کنین. دختران انشاءالله بگویم. و یکی دیگرش گفت باید که وقتی که شما را گفت یعنی در خیلی جاگه خوابی دعوت میکند باید که اطاعت کنی انشاءالله خدا خواهد. افسوس که امروز خدا خواهد این اطاعت ها کم شد، این خدا ترسی ها کم شد امروز. حتی کدام میگه مردی که زنش دعوت میکند که به جاگه خوابی سرکشی کند، مرد ناراضی شود تا سحر فرشته ها همون زن لعنت میکنن که لعنت خدا بر تو باد که امروز شوهرت از خودت دور کردی و شوهرت از خودت چیکار کردی؟ یعنی جاگه تجدا کردی. ببینید عزیزی من، حتی پیغمبر گفتند اگر در نزد تنور باشد شوهر اراده جاگه خوابی کند زن باید اطاعت کند. اگرچه در بالای شتر باشد هم گفتند این کنایتا این مشقت است، دشوار است. در اینجا انشاءالله یعنی حق شوهر بالا بدن و زن اطاعت کردنش اسلام برای ما شما میفرماد. عزیزانی من افسوس، صدها افسوس که این بیماری تمام جمعیت ما را فرا گرفته است. اکثر جاها میشینیم اکثر آدم ها شکایت از همین چیز میکنن. برای چی شو کردی آخی؟ چه در کار است نباشن تو بشو؟ تا گرفتن مردی انشاءالله، نه دیوار موندی نه در موندی خدا خواهد انشاءالله. 15 تا ترکرنگ در کنکن سر کرگشت وقتی که انشاءالله میگیرد بعد بده گرفتن پرابلم های زندگی سر میشود. او کجا شد؟ اون محبتت کجا شد؟ او عشق کجا شد؟ او عشق عشق باید که تا دم مردن باشد. امروز بینیم پیرکیارا جدا، زنش جدا، خودش جدا. اما خانه پدرت بزنک با پیکت خواه و 15 تا نیولش بوده میپتوید برا باد کت خواه اچت کت خواه بیچاره از همون پیری شیرین میشود. همین پیرا کتی من انصوبت میگه همین زن در پیری بسیار با شیرینه و در پهلت باشه میگه پشتکات بمالا پاچککات بمالا و کار میمالی مربع بعد انشاءالله مرد خدا خواهد بعد او گام سیرشین میشون میگن بعد او افسوس میکنیم ای چکی شوهر داشتم من زن داشتم. قدر در زندگی دانیم. اسلام در 3 خانه است عزیزانی من. بینید اسلام 3 خانه میفرماد. یک خانه الهیده برای زن و شوهر. شما خانه تجدا نمیکنی ای کمر میترسی پل میرا گفته چای خونه میخیره چای خونه نخیر یک تان دیگه زاید گو خانه تجدا کن بزن خواهد یک جای خانه. دخترها را خانهش جدا کن، بچه ها را جدا کن. دختر بنو که دورمد بچه که بدازده که دورمد جاگش میگه جدا کن عزیزی من. و یک خانه برای مهمان انشاءالله خدا. مهمانی که میآید باید خانه داشته باشد انشاءالله خدا. با خانه انشاءالله خدا خواهد انشاءالله تأمین کن. من یک حکایه داری پیغمبر را برای شما میارم. یک زنی عرب میگه حیفا گفتگی دختر میگه این چند حکمت دارد در زیرش من بیان میکنم. این برای مردم ها مردکارم تعلقتی دارد. حیفا گفتگی دختر نزدی پیغمبر علیه السلام میآید و ایمان میارد لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. میگه اسلام ایمان انشاءالله خدا خواهد بجا میارد. پیغمبر یک سوالش میکند حیفا شوهر داری یا نه؟ میگه شوهر ندارم. پیغمبر گفتن بهترین زن همان زنی است که شوهر داشته باشد. عزیزان من امروز افسوس که همین قشلاقی ما و شما را بسیار بیوه ها زیر کرده است، بسیار بیوه مردها زیر کرده است. عزیزان من بیاین انشاءالله یک انصاف بیایم خدا خواهد انشاءالله. خیلی مردش یک 60 ساله بالاش کرد که خیلی که پیر شد آئی تا 60 ساله همه جا لاو زده دختر و بچه ها و با دخترها را شوهر که میگن نمیکنم شوهر
کدام روز من دختر گفتم که آخه شوهر نمیکنی؟ میگه من مزه کرده گشتم ششک خوردم. چه ششک میخوری؟ میگه کوکان میرن 4 تا لباس آورده سادم میگه من وای خدمت چه کرده و اینه بینه این بدبختی رو بیده. حتی بعض میدانیم بعض دختران نخل نی سپیسال نی گفتی روسا سپیسال نی جدا شده ساده دست 2-3 فرزندش کتی برای علوم میگفته او بدبختی او بیوه بای نیاد میداده است میگردی پولش برار وقتی که پولش میبراری عذاب کشیده میگردد و اگر پول کتی مسئله حل میشید زن و شوهری در کار نبود بعدی با جدا میشود و 3 روز بعد خدا خواهد چند خاندان هم ویرون میکنند ناانصاف چند مردها را تلفن میکند خودی که بس طاقت میکند نه این الله این نعمت شهوت شب و روز داده است مثل گاری در 1 سال و مثل فیلاری در 12 سال نه الله سبحانه و تعالی این نعمت برای ما شما شب و روز داده است با میگه من طاقت میکنم من یک خاندان دلمدم یک جنجال 4 فرزند دارد بین نزدانی من 4 فرزند 4 فرزند وقتی که گفتم چیکار کرده چوها جنگ کرده داملا میگد 4 تا مخ در 4 گوشه زدگی است اینا کجاش میخورد مر گفتم به همین میخواد آتی میخواد او فکر میکنی و شهوت تا فکر نمیکنی که پگه شهوت بیدار شد کجا میره با او میخواد در سرت میزنی با او میخواد پگه با مخی خودش میشه و حیات نبرار پگه بچه که زن گرفت تو کپک هم در کار نیستی امروز شکایت دارن زنهای بیچاره میگن بچه من زن دادم خیال کردم که با محبتش نسبت من زیاد میشد نه بدتر شد اینی او مخ با مخش میشه شوهر نکی دادش و خوجه اندار میشه خواه یک مانده یک میاد سرای مگد میراد نه که از خودت نمون از شوهری خودت نمون عزیزی من انشاءالله خواهری جان این فکر و اندیشه نادرست از مینت گرفته پرتا وقتی که نباشد چی شیرین میشود عزیزی من امروز صداقت بعضی آتان در سفر هسته سفر میری خدا خواهد انشاءالله در 1 ماه 2 بار هر روز تلفن میزنی به زنکت زنک جان میمورمد میخورمد یا زنک تلفن میزند در آبی دیده میکنن مردک یادت کردم یا نمی این دروغ است من به شوهر زندگی میکنم و من به زن زندگی میکنم این دروغ است باید انشاءالله مردها که جدا که شد زنود که یا که وفات کرد جدا شد در خاندان شد این خیلی نیست که شما خدا خواهد مردان در عده نیست عزیزی من باید زنهان در 4 ماه و 10 روز عده است مردان در عده نمی شود عده مرد همون سهر میتواند با خاندان شود انشاءالله خدا خواهد با خاندان شده حیات دوام کرد انشاءالله نکنه ای کار خدا خواهد انشاءالله برای دنیا و پول و مال شده از شوهرک جدا نشو چون که خانه که به مردک است وای فیضش دیگر است وای برکاتش عزیزی من دیگر است همطور رسمی خانه به مردک دیگر است یا که خانه به زنک دیگر است خانه که زنت است انشاءالله میدرای همه جاکات رفتگی شفتگی افقات تیار دم کرگی انشاءالله منتظری شما هست او زنی بیچاره گفت دخترم گفت حیفا گفت شوهر که گفت من اختیار من محمد بر تو دادم رسول الله در جواب چی گفتن؟ ای حیفا گفتن این شوهر کردن در اختیار توست یگان کس دخترش مجبوری شوهر داده نمیتوند اختیار انشاءالله زن دارد که شوهرش بیند انشاءالله خدا خواهد اختیار دارد برادگیش لیکن اگر دختر شما راضی شد و گفت که پدر جان کسی را که شما من در مناسب میبینه بکنه وای اجازت خدا خواهد دختر است همین حیفا گفت محمد گفت من گفت اختیار من به شما دادم کسی را که میخواه همون در من انشاءالله خدا خواهد چی ازدواج کنه بینید چیکار کردن بعد رسول الله اعلان کردن کسی که گفت در نماز بامداد اولین شده به مسجد داخل می شود وای گفتن همین حیفا همسری هوای می شود
پگه میگه وقتی نماز بامداد میگه اولین شده صحیب رومی میگه به مسجد داخل شد. وقتی که داخل شد حیفا را دعوت کرد نزدش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت اکن گفت دخترم همین صحیب نترا ما چکار میکنیم به شوهر میتیم. گفت من راضی هستم. ببین وقتی که عقد نکاح شد حضرت صحیبه گفت که من گفت انشاءالله دختر برای تو این دختر گیرو به خانت بر. صحیب گفت یا رسول الله من خانه ندارم. خانه من گفت انمی مسجد است. من در مسجد گفت من خواب میروم. حالی ما و شما یک حکمت است که در اینجا من برای چی موضوع برداشتم. حالی بعض خدا خواهد یعنی آیلایی که فقط دختر داشته است التماس میکرد که بچم همین خانه منم خانه تو بیا زندگی کو. ما نفرت میکردیم، ما آریت میکردیم، گویا که ما چی هستیم؟ زن ترس هستیم. گویا که ما از زن نفقش خوردیم، خانه زن سایل شدیم. این صحیب ببین گفت که من خانه ندارم. حضرت زن گفت که میگد ای گفت رسول الله من خانه دارم. صحیب گفت من به خانم میبرم. بینید رسول الله گفت که بگید گفت صحیب یک توی کراخی یک ولیمه کن. ولیمه کردن سنت است عزیزانی من. گفت شب ما که ضیافتی ترا بخوریم. صحیب گفت که یا رسول الله من گفت در این مسجد اقامت میکنم، کسی یک نون میتید یک بریده میتید میخورم جا ندارم. حیفا گفت که من خانه دارم، من مال دارم. زنی مالدار و بای بود میگد گفت که اینا من به خانه میبرم. گفت رسول الله بیگانی گفت خانه ما را گفت من ضیافت میتیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسمی بگاه و دیگه که نماز شام صحابه را گرفتند خانه صحیب رفتند و ضیافت خوردند و در حق انشاءالله خدا خواهد صحیب حیفا دعا کردند. همین سنت است عزیزانی من. هر کسی که به این ولیمه داخل می شود همین دعا را میگه در یعنی داماد و عروس باید بکند. بارک الله لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر. هر یک فردی که به این خاندان تشریف میاری این دعای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است که باید که انشاءالله در حق داماد و عروس دعای خوب کتی از اینجا خدا خواهد برمده روی. بعد نگاه شب شد. نگاه عزیزانی من اولین شب بهترین است برای داماد و عروس. شب انشاءالله خوبترین شب است. شب انشاءالله بهترین نعمت وصال رسیدن دو جوان است. صحیب چی گفت میگد؟ حیفا گفت خدا مرا برای تو نعمت کرده داد، منو برای تو نعمت کرده داد، بیا اکن همین شبه با طاعت عبادت گذرونیم. حالی جوانای ما شما شبا را با چی میگذرونن؟ با همین تگ چادر دورمد موزیکا را میمونده. با تگ چادر نه بعض تلقه کبیش 300 گرم با میزده. اوه چی میری بعد جندی میروی؟ و بجایی که خدا خواهد انشاءالله طبق مذهب امام اعظم ثابت پدر امام اعظم میگه بیان همسرش خدا مناسب دید همون زنی خوبه میگه 2 رکعت نماز شکرانه خوندن که الحمدلله که خدا من تنه نعمت کرده داد، تو را من ده نعمت کرده داد. بجای میگه اینا رقص و بازی ترق فروغ نه از شیطان دعا میکنن. شیطان ملعون میگه کسی که از بعدی من پناه نطلبد و بدنش یک جای شود اول من میگه با زنی و خواب میروم. فرزنده که از شیطان میشود و شیطان خدا قرآن نگفتگی است ما شیطان برای شما در خوردن و در جما کردن هم یک جایه کردیم. وقتی که از وی فرزند میشود چی میشود؟ بر وی تروریست میشود، به بسم الله میشود. فرزندی اطاعتکار نمیشود، از خوردیش ویرون کار میشود. شما میخواهی که انشاءالله خدا خواهد با دعا میکنن
یک بچه که خدا خواهد خوبش بتین، یک دختره که خوبش بتین. نه که بچه و دختره دادن در اذن الله هست، لیکن سببگارش همون بچه و دخترش اگر پاک باشن پاک میگیرن، ناپاک باشن ناپاک میگیرن. عزیزی من، وقتی که نگات صحیب کتی میگد حیفا با تا سحر طاعت عبادت کردن. بینید وقتی که سحر میگد با نماز بامداد اومد، حضرت جبرئیل امین رسید میگد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت ای محمد، گفت میدانی، گفت الله سبحانه و تعالی گناه های صحیب کتی حیفا را بخشید گناهش. برای چی گفت بخشیدش؟ گفت همین شبه در طاعت عبادت الهی صبر کردن، طاقت کردن و تا روز فرمان الله به جا آوردن. گفت از جانب خدام برای صحیب کتی حیفا پدرکه است. گفت پدرکه چی است؟ گفت خدا هر چه گناهش گفت گذشت. دیدین صحیب میگه در نماز بامداد اومد اشتراک کرد. پیغمبر گفتن صحیب جان اینجا بیا، چی عمل کرده که الله سبحانه و تعالی گناه تو را امشب روز مغفرت کرده است، از جانب خدا برای تو پدرکه اومده است؟ گفت همین شب به طاعت عبادت روز کردیم. چی است؟ گفت پدرکه خدا گناه تا گذشت است. صحیب میگه چنان جانب خانش دوید عزیزان من و میگه زنش گفت که میگه جای نماز بیار. مرده گفت تینجی است، آبی چشمات جاری است. شگفت است، من یک در دنیا آرزو داشتم اینم باشد الله گناه من میگذشت باشد به توفیل تو، به توفیل طاعت عبادت کردنی این شب الله سبحانه تعالی گناه ما را گذشته است. گفت قسم به خدا که گفت دیگر گناه نمیکنم، من یک آرزو داشتم در دنیا، تو سبب شدی او الله گناهی ما را گذشت. از دانیم بین همون شب انشاءالله خدا خواهد با یک خوبی، با یک انشاءالله خدا خواهد طاعت، با یک عبادت. البته انشاءالله دامادم باید طهارت داشته باشد در وقتی جاگ خوابیشان، دخترم انشاءالله طهارت باشد و 2 رکعت نماز بخونن و از خداوند دعا کنن. استعیذ بالله، خدا در قرآن تعلیم میتید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا از نزد خودت برای ما جوان پسرای خوب و جوان دخترای خوب ده که نور چشمان ما باشد، چون که فرزند خوب باشد باغی پدر می شود، فرزند بد عزیزی من داغی پدر می شود. سربلند میکند همون بچه میکند، سربلند به خاک یکسان میکند همون بچه و دختر میکند. امروز خدا خواهد تربیهش دور که عزیزی من برای تربیه انشاءالله مستحکم بشه. انشاءالله اولا سرچشمه کار حلال که انشاءالله خدا خواهد عرق خورده خدا خواهد انشاءالله به طهارت و به تمیزی بعد او بچه رو به دنیا میاری، یک عمر بعد گریسته میگردی. حال بسیار پدر مادرها شکایت میکنن که بچه هم گفت من نمیکنن، بچه هم تو چقدر تو بچه هستی، وقتی که تو پدر مادر تو حرمت نکردی تو آدم نیستی. پیغمبر اسلام گفتن که اعظم الحقی، بهترین حق گفتن بالای مدها امها مادرش هست. گفتن عزیزان من مادر پدر بهترین انشاءالله خدا خواهد شخصانی بزرگ هستند. من امروز بینن امروز خدا خواهد این زیبی مرکه ما شما خدا خواهد بای سلطان علی هستند و این زیبی مرکه ما شما بای بیگری هستند. اینها که موی سفیدا دارند این مرکه فیض دیگر دارد. یگان کس اومده مهربان نپرسیده است، یگان کس اومده انشاءالله خدا خواهد یا که گم که صاحبی خانه نمیپرسد کجاست بای خدا خواهد سلطان علی میگن کجاست بای بیگلی. اینا فیضی همین چی است عزیزانی من مرکه ما شما است. به موی سفید توی نکن، به موی سفید مرکه نکن عزیزی من، چون که موی سفید داره حرمت کن. موی سفید داره حرمتش حرمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه رفت، از شادیش ابابکر میگه دویده پدرش پیش رسول الله اومد. رسول گفت که چکی کردی ابابکر، باید به ما لازم بود که پدرت را زیارت کنید. پیغمبر همون قدر پیغمبریش
تمام اهل مدینه را حتی یهودا را خداخواست موی سفیداش بیماراش پیغمبر زیارت میکرد. این خصلت خوبی رسول الله صلی الله علیه و ما رسول الله جدا نمیکرد آدم فلان چی باید پیشته برم، فلان چی کمبغل است، فلان چی آبرودار است، فلان چی اکش پرکرار است، آتش گنرال است. نمیگفت، همه را برابر میدانست، همه را برابر معامله میکرد. امروز ما بچه اندازه رسیدیم، پولدار شدیم، مالدار شدیم، یک ماشینچه خوب گرفتی یگان کس پسر نمیکنی خلاقت با چند کره میگذاری. همون سفید بیچاره در رفته است، عقل ایستادن خدا خواهد بیا باجان بیا اچه جان به همونجا برمت گیرش یک تا خدا خواهد دعا میکند. بزرگان گفتند آدم از دعا بهره میگیرد، درخت از هوا بهره میگیرد. امروز اگر آفتاب نشود این زردالا هم از زرد میشود، این خدا خواهد کشت و کارت به خاک یکسان نشود. اگر این دعای موی سفیدان نباشد عزیزان من، هر روز بلا بالای دنیا می آمده است. بسه توفیل الله سبحانه و تعالی بلا را دور میکرده است. یکیش دعای همین موی سفید و کمپیرکا. کدام زبان که یک کمپیرک 10 متر سوارش کردم خلاص 10 متر بیچاره تا 10 متر 10 مراتب دعا کرد. دوم لاجان گفت از عمرت برکه بی، از فرزندکات بیدی، حقارتم نکرد بلکه دعا کرد. این دعا در کار است. میگن که پول نگی دعاگی، این چی معنی دارد؟ انسان به واسطه دعا انشاءالله درجه بالا میرسد. من استادا را امروز چون به علم و به مدنیت کم شد، چون که استادا را پسند ندارن، استادا را خدا خواهد کپک دارن، گویا که خودش یک میده خونده اومده امروز بلبله انشاءالله خدا خواهد. این بیچاره خدا خواهد 70 و 80 و 90 دور مده که چقدر زندگی مشقت و روزگار دیدن امروز پسند نمیکنن. گفتی شاعر به پیر نرو در بیمانی، گرچند اسکندری زمانی. ای اسکندرم ای مشرق تا مغرب گرفتگی بود. میدانی هم اسکندر تاریخش بکن، قصه قرآنی سوره کهف نه. یک زمانی هم اسکندر قرار برآورده است که تمام پیرا را نسکنه. این پیر چی در کار است؟ این پیر کمپیر چی در کار است؟ وقتی که قرار میبرارد میگه همه موسه بدار میکشه، میگه یک جوان بچه میگه پدرش در یک تاق بجا میکند. هر روز میپرسد میگه بچم چی گپ است؟ یک روز میگه همون چله یعنی انگشترینی زن یعنی دختری همون باید یک پرنده میدزد و بالای درخت نکشال میکند، در تشتی از آب است. عکسی همون انگشترین در آب زده ساده است، هرچند میکامنش نمیابنش. این خدا عقل تگیره دیکو حواله نشه. این چون که اثبات کردنی همون پیرا برای حیات موندنش همین انگشترین سبب شد. بعد میگه پدرش چی گپ است؟ میگه همین دختری پاشا انگشترین شگون کرد در همین درنی آب است نمیابنش. به عقلا میگن وای در درنی آب نیست، در بالای درخت است، وای عکسش در آب است. دویده میگه پیش پاشا میراد خبر میتید. پاشا میگه تو از کجا فهمیدی؟ چند روز گذشت. من گفت که میبخشه من همین پدر ما گفتن از ترس شما بجا کردم. این مسیحیت همون پدر است. از همون روز عبارت میگه توبه کرد. عزیزی من این پدر مادر غنیمت است. یکی دیگرش میگه از یعنی چی؟ کودکا را خدا خواهد رحم کردنش الله از دنیا بلا را میبرداشته است. این کودکا میوه خدا خواهد انشاءالله دلی ما شما است. البته این کودکا را خدا خواهد تربیه کنین. تربیه از گهواره است عزیزان من. طلب العلم من المهد الی اللحد، طلب کردن این علم حدیث صحیح است از گهواره تا لحد است. از گهواره سرش که پایسته نبه. ولی بعد دشمن های اسلام که نه بچه تالی اگر کلون شابد نه و کلان شد بعد خواره نشد عقلش قبول میکنه. من شیخ سعدی رو بین 7 سالگیش نخدا خد انشاءالله حافظی گست. امام بخاری رو بین، امام اعظم رو بین. امام اعظم مادرش یک سوال کردن، مادر جان باید که من در 3 روز قرآن ختم کنم بود، 5 روز نختمش کردم، سبب چیست؟ همین پدر گفتن همین یک لقمه سوا بپرسیده خود همین گفت برای تو تاثیر کرد. عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله حلقه را پاک کنیم،
حلقه رو انشاءالله خدا خط پاک کنه، انشاءالله فرزندای خوب میگیره. من یکی که میگم وقت بسیار نمیگیرم. مبارک گفتگی شخص در تاریخ گذشتگی است، بلکه من بسیار گفتگی هستم. تأکید انشاءالله خدا خط همین چیزا این 100 بار گویم شم کم است. همین مبارک میگه در یک انشاءالله خدا خواهد بازار خودش قل بود، بهترین شخص در دفتر انشاءالله تاریخ موندگی است. همین شخص میگه که خوجینش از بازار خریده آوردش، یک انگرزار نشانش داد، گفت مبارک گفت همین انگرزار دیدی؟ یعنی که 50 ساعتی کسی یک تر است، همین انگرزار تو وظیفت نگهبانی است. حضرت سر میکنن، طاعت میکنن، روز خدا خواهد خدمت میکنن، شب خدمت میکنن. مابین چند سال میگذرد، یک روز وای او آدم با قاضی بود، قاضی مروه بود. قاضی هر روز مهماناش میآید که از شهری تاشکند، اما مهمانا را به همون باغش میبرد. ما شما مهمانا بیاید یگان دهچه را میکوبیم، یگان جای خوش منظره را میکوبیم که تا که دل مهمانا شاد شود. میگد هم مهمانا را میگد گرفت تو قاضی، میگد باغ بود. گفت مبارک گفت از همون انگرها گفت یک طبق کنده گفت پیش مهمانا بیار. مبارک میگد انگر میگد کن میگد در درمی انگر خومم بود، پختگیش هم بود، آمخته آورد میگد بالای میگد دستارخان موند. قاضی گفت که گفت ای مبارک گفت من تو انگر بیار. گفتم این انگر خام شم از پختگی شم از. گفت میبخشه من حال انگری شما را پختگی شکلی خوم شکلی نمیدونم. استغفرالله. گفت قاضی چه نمیدونی؟ و تو چند ساله خدمت میکنی که؟ گفت حضرت گفت من وقتی که از بازار آوردی گفتی که همین انگورا را نگاه کنو بخور، نگفتی. من نمیدونم. قاضی داد گفت ولی ما شما خدا یک باقه کتیه خدا در بیخش نمک میریزی، انشاءالله نه چوبش میمونی خاکشم برداشته بیایی. خدا داد. خدا بیچاره یک سفر رفته گفت که خیلی تا اومدن من نگهش که انشاءالله همین خیل میکنی که تیت پیچه میبراری. این از کجاست ایمانداری است؟ وقتی که نگهش دختری نگهش قاضی به بلاغت میرسد، وقتی که به بلاغت میرسد نگهش از هر کجا خواستگارا میاد. حال ما شما پول داره میکنیم که ماشین چدار شد بتش و اینا با این نتش خدا خد مزه میکنه. نگه دو باید برای نون شخودن دندون تیلا در کن. اگر دخترت کم بغل باشه بای نتیشتی گدا دختره وای. اگر بچه‌ت کم بغل باشه اون دختری باید کنی گدا بچه وای. یادمی بدم اسلام کوف میگه برابری ملا با ملا، بای با بای، کم بغل با کم بغل، بیزنسمن با بیزنسمن، معلم با معلم، دکتر با دکتر. اگر انشاءالله یک شوان این قضیه میدوند. من بعض دیپلم داره را میدونم که دخترایی که خونده اومده است خانه شاگرد دیپلم 100 تخره تو من دست میتیه که دب شو بگشت همون که خوندگی میلیونت بیکار بشه. یادمی اگر هوا ماست کلم بتی خدا خواهد نه رسخات نمیسوزی، نه چیز و چارت، نه مال، نه دنیات نمیسوزی. بعد گفت که نگه بزنش گفت که من بگفت زنک جان گفت گفت همین مبارک بی شب و روز گریه میکنم خدمت دارم، شرط است ما فلان چی ها عبدالله بچه نه همین میتیمش. نگه مبارک از کلی آزادش میکنند در راه الله. بعد نگه دخترش نکاش کرده میتید 20 روز میگذرد مبارک به دختر نزدیکی نمیکند. این صبر بی طاقت بی ما شما خدا خود ندادم مرده سودی ندادم با کلپ آفتستیم خدا خود کوچه با کوچه 20 روز در پهلوش خواب میرود دختر کتی خدا خود انشاءالله خواب نمیرود. این خبر میگد بزنی قاضی میرسد میگد مرد آخی اینجا بشی آخی تو گفتی که همین مبارک دخترته، این دخترم مثال دادیم این نگاش ندارد. ولی ما شما هم هستیم که یک 3 روز اگر میپرسید چی شد نشد پیش ملا ده بخشیده این چی شد صبر که آخی بلکه خدا خواهد الله سبحانه و تعالی سنجش دارد. بعد میگد مبارک نازش دعوت میکند قاضی میگد بچم همه بگو چی یگان کمبودی داری تو بگو همون کمبودی ها اصلاح کنیم. مبارک میگه کمبودی از جانب توست قاضی که قاضی یک میلرزد میگه من چی کردم کمبودی؟ وقتی که من در نزد تو خدمت میکردم تو پاره میگرفتی مبادا همون پاره دمی دختر نخورد داشتی
من 40 روز حق شپاک میکنم بعد خواب میرم. این کار شما نباشد. 40 روز صبر کرد. ولی 40 میگن گوی هر که آدم وقتی که شما یک حرام اخری اگر 40 روز طاعت عبادت نه لذت نمیمونه. هر که آدم 40 روز نپاک میشود. 40 روز میگه بعد یک جایه شدن الله سبحانه و تعالی یک فرزند داد نامش عبدالله کردن. از کودکش عالم، از کودکش قاری قرآن. عزیزی من بهترین شخص در تاریخ مون یعنی عبدالله ابن مبارک که چندین حکایات داد. خدا خواهد فرصتی میشه من در این باره خدا خواهد این بچه مبارک با شما عزیزان روزی میشد هم صحبت میشم. بینید چون که زوات زور با تازه باشد، فابریکه تازه باشد، دیرکتری زوات تازه باشد، وزیر زوات تازه باشد، انشاءالله ارگینال چی بگیری بچه بگیری. همین دیوال که شور زدگی نه شکتول که میرزه یا نمی آخد نابا باشی بچه نابا زن نابا با بچه چی میگیری تو؟ هیچی نمیگیری. برای همین حصه بچه و دختر بلندترین جز میستد. بینن حتی بینن که رنگش مثل رنگ شماست. یک قسمی رنگش رنگ مادر است یا نمی؟ چون که از صلب شما از رحم خدا خواهد از قفس سینه زن آب جدا بشد. خدا وعده میکنه سوره طارق ده یخرج من بین صلب و ترائب مای آب در وقت یک جایشنن زن و شوهر از کمر پشت مرد جدا میکنیم و از قفس سینه زن جدا میکنیم و در رحم عالم بیوکم یک جایه میکنیم و امر میکنیم که کن فیکون بس بشو فرزند میشود. عزیزان من فرزند به دنیا آوردن حصه گذاری ما شما است. من همین همیشه انشاءالله خدا من همین داماد و عروس بسیار خدا خواهد توصیه میدیم که همین شبها را غنیمت دونن، همین شبانه با طهارت باشن، همین شبانه حتی در حق زنش میگد داماد دعا کند. ببینید میگه خانه آوردش میگد از پیشانیش بوسه که در پیشانیش دستمونو دعا کن پروردگارا همین زنی منه زنی چی کن انشاءالله خوب اخلاق کن. زنی کن که فرمانی منه کنه فرمانی پدر و مادر من خدمت چکنه. پروردگارا همین زنی منه بد اخلاق و سرکش و به نماز و به حجاب و به طاعت نکن. دعا که میگه ببینید دعا الله قبول میکنه است. دعای داماد و عروس شب اول اجابت میشده است. عزیزان من چکلی که دعای صاحب حیفا اجابت شد عزیزی من الله سبحانه و تعالی گناهاش مغفرت کرد. ما هم انشاءالله خدا خواهد عزیزان من این دعاها را کنین. فرزندکای خوب به دنیا بیارین انشاءالله خدا خواهد. فرزندای نیک به دنیا بیارین خدا خواهد انشاءالله و بهترین زندگی کنین. عزیزان من بیاین از جنگ و جنجال فایدهش نیست. امروز من میدانم بعض بچه ها و دخترها قاری بودین اینش در این خانه جدا خواب میرفته است و چی در کار حیات و حیاتی به مضمون و به معنی است. آدم دولیه نمیکند همون زن جدایی. یاد نبرار زنی که صدای من میشنوی از شوهرت که جدا میگردی مجبور است این مرد با زنا دست زند. گناهگارش در گردن تو از زن. باید که تو انشاءالله خدا خواهد شوهرت از راه بد و فساد بگردونی. وقتی که تو سرکش میشوی جاگت جدا میکنی با من در کار نیست میگوی هر روز جنگ و جنجال میکنی اون مرد دلش خنک شدن میگیرد. آخر روت بیز میتابد. آل پیش ما میگن که اداملا جان همه زنم در چشم مثل قربقه قربقه آمدو قربقه که همون گبی خنکی هوایه قربقه با میگم بگه زنم هم مثل قربقه میتوه قربقه که توب دمک همون زن گبی خنک داره دیلت که مود قربقه میشم در نظر تبه خدا خواهد ای دقتی تا ای زیقی تا مدت ما و ساشر یک جا نشیدن تا زنش میتابه یا زنی که خدا خواهد مردک شمیفتد یا مردک آن جاگت جدا نکو آبیا با من خارل آن مردک هم قاری بشیده است توبه کردی زنه قاری بکنه
مردک هم قهر میکرد. یا دختر میگه که شوی من قهر میکند. ای مور با مردک نشد. او تو تتلکو، او تو حرکت کوی. نوی صبح. نخواه مردک شیو زرت هسته گریزت خواب بشیدم. ای او نبرات جاو شاو، نبرات مرو مگو خورو مگو. و گبی خوب گبی شیرین انشاءالله خدا خواهد جامعه را دیگرگون میکند. باور میکنم زن تا 3 بار گبی خوب زن. در دهه قزلقیاک یک زن آمد است، یک موسیفید شکایت کرد. یک روز آمد میگه یک عالمه آمد است از شهر قوقن از فرغانه، در حقی شوهر و یعنی زن و شوهری گپ زده است. بعد وقتی که زن میگه بیگانی، مرد میگه بیا، میگه زنک تماما دیگر از 100% گشت است. مردک جان چی میخیری؟ مرمت خورمت های روش نمود میگه افتاب اگه زوبو مدوشه قیامت خواهیم شد. چین چی گفت شدی؟ زنک 100% دیگه شده. گفتم زنک چینجی های مرمتم. گفت که میگه های مردک گفت تمامی کاریمو خطا بده. همین روز یک بیاتون همین قوقن اومد، وای وای کر وای 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 این جای ما دوزخ بوده، میبخشید منه. گفت میگه کای در کجا بودم اون زنک مرمش یک 10 سال پیش نمی اومد که جوانیم سوخت. جوانیم بقام و غربت و آبی دیده سوخت. بیاین از زانی من خدا خواهد نسوزیم. بیاین انشاءالله خدا خواهد. زن خوبیش تا 40 سالگی از خلاص. بدی 40 سال که گذشت 20 سال حیات شیرینی دارن. بدی خدا خواهد 40 نکی دور مد، البته انشالله بچکات کلون میشه، دخترکات کلون میشه. اینش میگه من زن میگیرم و ایش میگه من شو میکنم. ایچت پدرت کسر میشه، ایچت مادرت، ایچت خوار و دادرت تو پرابلم ها اوجت جداشه سر میشه. همین 20 سالی حیات اصل رو گذارونش انشاءالله خدا خواهد. شما وای حرمت کنه وای شما رو حرمت کنه. این میدونه زن چی تشنه بوده است. تشنگی زن گپ شیرین. عزیزی من، زن تشنه گپ شیرین بوده است. میگن که در حکایه پیش بابام و اچوام میخون که پیش همین آدمی دیو کی دور مده، بلکه افسانه پیش همین دیو یک آدم دور مده السلام علیکم گو، اگر دیو دیگه همین سلام نمیداد یک کلام میکردم. اگر شما را میشه بزن تو سلام تیه، زن به شما سلام تیه. زنک جان کیفیت چخله ایسان همون بیگاه کردی مرمت خودمت گو. همین گلاوردن سنت پیغمبره. رسول الله صلی الله علیه و از یگان جا می اومد گل می آورد. یک پدرکه بیان میگه زنت نه. با زنکا میدونه این تشنه چیه؟ تشنه یک تیه گوشواره که تلاه. همین خدمت کرد خود چند قدر حال میرا راسیان گجارات سگون میگه هم زن باید کچه خوندن نکن، اویلا پویستن نکن دیگه کن و برای زنت بکن. افضل ترین نفقه میگه پیغمبر نفقه است که با اویلش میکنه. بهترین صدقه، بهترین خیر زن و بچه کچ نخدا خد انشاءالله. بچه کات خشلو خونون، زن تا خشلو پوشون انشاءالله خدا خد. حرمت شا بجا بیان، عمرتم دران میشود، عمرتم با برکات میشه. عزیزانی من در اینجا صحبت به پایان میرسانیم. خدا خواهد انشاءالله الله با یک مناسبینت، یک روزهای خوب، روزهای نیک انشاءالله وقتی کار است با عزیزانی من، اما با اسپه کار میشود.